2 سال یه بار اغلب نیاز داریم به یه سری تغییرات. اما این تغییرات 2 ساله صرفا این 2 ساله ها فقط کافی نیستن. ما معمولا توی بازه‌های 10 ساله هم اتفاقی که برامون میفته اینه که نیاز پیدا می‌کنیم به یه سری تغییرات عمده‌تر، باورهامون تغییر می‌کنه. یه جورایی مثل اون حالت این که آدما مثلا 29 سالگیشون دارن، 39 سالگیشون دارن، 49 سالگیشون دارن، اینا وارد یه دهه جدید می‌خوای بشی دیگه. پس تو بازهای 10 ساله هم یه مقدار به هم می‌ریزیم و نیاز پیدا می‌کنیم به تغییر. نکته که مهمه اینه که تو این به هم ریختنه و آشفتگی هیجانی تصمیم نگیر. یهو نزن زیر میز بازی رو خراب کن. نه من دیگه میخوام مهاجرت کنم، نه بیزینس رو میبندیم، نه نمیدونم جدا میشم. نه این کارو نکن. بچه بازی در نیاریم. همیشه آدم از تصمیم هیجانیشون خوردن. تحلیل کن، بررسی کن و ببین که این فصل زندگیت میخوای روی چه پارتی بیشتر وقت بذاری و عمیق بشی و پیش ببریش. این قشنگه، این طرز فکر درست و قشنگیه. پس اینم دوست داشتم بهتون بگم که حتما حواستون باشه که این بازه‌های 2 ساله و 10 ساله بازه‌های بسیار جدی ان.